سلام. امروز میخوایم با هم یه نگاه عمیق بندازیم به یه موضوع خیلی خیلی جذاب. خلاقیت. سلام به شما. بله، موضوعی که همیشه سوال برانگیزه. یه گفتگوی جالب دستمونه که پر از نکته‌های کاربردیه. میخوایم ببینیم چطور میشه قفل خلاقیت رو برای شما باز کرد. هدف اینه که بفهمیم چطور میشه خلاق‌تر بود توی کار، توی زندگی. دقیقاً. و نکته خوبش اینه که این گفتگو خلاقیت رو یه چیز دست نیافتنی نمیبینه. آها، یعنی نه فقط برای هنرمند و مخترع‌ها. اصلاً میگه یه مهارته که همه میتونن یادش بگیرن و پرورشش بدن. جالبه که برای تعریفش هم میره سراغ دیدگاه یه فیزیکدان، میچیو کاکو. عجب، یه فیزیکدان؟ چی میگه؟ میگه خلاقیت یعنی همین که ایده های قدیمی و موجود رو برداری و خب یه جور تازه‌ای ترکیبشون کنین، یه چیز نو بسازی از همون چیزای قبلی. خب، پس بیایید این ایده رو یکم باز کنیم. اولین قدمی که این گفتگو پیشنهاد میده برای اینکه اصلاً مصالح این ترکیب رو داشته باشیم چیه؟ تجربه های جدید. آها، یعنی بزنیم بیرون از اون چارچوب همیشگی. دقیقاً. سفر کردن، خوندن کتابایی که اصلاً ربطی به کارمون ندارن، حتی امتحان کردن یه غذای جدید، چیزایی که ذهن و قلقلک بدن. فکر کنم هممون اینو حس کردیم که وقتی از روتین میایم بیرون انگار یه پنجره جدید باز میشه تو ذهنمون. کاملا درسته. و این تجربه های متنوع در واقع میشن مواد خام برای اون چیزی که کاکوی میگه. یعنی خلاقیت اونجای اتفاق میفته که مرز بین دو تا حوزه است. مرز بین دو حوزه یعنی چی دقیقاً؟ یعنی وقتی شما مثلا دانش فنی رو با یه نگاه هنری ترکیب میکنید یا علم رو با یه تجربه شخصی، اونجاست که اون جرقه های اصلی زده میشه. چه جالب. یاد اون مثال استیو جابز افتادم که تو همین گفتگو بود. آره، که چطور طراحی ساده و مینیمال ژاپنی رو با تکنولوژی قاطی کرد و نتیجه شد محصولات اپل که خب دیگه میدونیم چی شد. یا مثلا تو موسیقی وقتی سبک‌ها با هم ترکیب میشن، سبک‌های کاملا جدیدی به وجود میاد. همینطوره، این یعنی پتانسیل نوآوری برای شما هم هست. فقط باید دنبال این پیوندهای شاید غیرمنتظره بگردید. ولی خب پیدا کردن این پیوندها و پروروندن ایده ها فقط با تجربه جدید به دست نمیاد، نه قطعاً یه چیز خیلی مهم دیگم لازمه. فضا و زمان خالی. آها، این همون نکته است که فکر کنم خیلیامون فراموشش میکنیم. یعنی تو شلوغی روزمره گم میشه. دقیقاً. این گفتگو میگه وقتی ذهن دائم درگیر کارهای روتینه، درگیر پردازش اطلاعاته، اصلا فرصت نمیکنه بره سراغ اون لایه‌های عمیق‌تر و خب خلاق‌ترش. برای همینم هست که خیلی از ایده‌های خوب همونطور که اینجا هم اشاره شده مثلا موقع دوش گرفتن به ذهن میاد یا وقتی داریم پیاده روی میکنیم. آره، یا یه کار تکراری و آروم انجام میدیم. انگار وقتی خلبان خودکار مغز روشنه، اون بخش خلاقش تازه بیدار میشه و شروع میکنه به ور رفتن با اطلاعات. یه جور استراحت فعال برای مغز. دقیقاً. ولی خب این ایده هایی که تو این لحظای آروم میان خیلی هم فرارن، سریع از ذهن میپرن. وای آره، خیلی پیش میاد. یه ایده خوب میاد، میگی بعداً بهش فکر میکنم، 2 دقیقه بعد هیچ یادت نیست. اینجاست که گفتگو میرسه به یه راه حل خیلی ساده ولی حیاتی. ثبت کردن ایده ها فوری، یعنی یادداشت کردن؟ آره، یا یادداشت کردن یا ضبط کردن صدا، هر جوری که میشه. تاکید میکنه این ایده ها مثل جرقن. اگه همون لحظه نگیریشون از دست میرن. یکی از کسایی که صحبت میکنه میگه همیشه یه دفترچه کوچیک همراهشه. عادت خوبیه واقعا. یه کار ساده که میتونه جلوی از دست رفتن کلی ایده خوبو بگیره. برای شما هم میتونه خیلی کاربردی باشه. حتماً. و میرسیم به آخرین روش کلیدی که این گفتگو مطرح میکنه. که چی باشه؟ همکاری. اونم نه با آدمای شبیه خودمون، بلکه با آدمای متفاوت. آها، یعنی کسایی که دیدگاه‌هاشون، تجربه‌هاشون یا حتی مهارت‌هاشون با ما فرق داره. دقیقاً. چون این تفاوت‌ها باعث میشه از زاویه‌های جدیدی به مسئله نگاه کنیم. ذهنمون بازتر میشه. و این دوباره برمیگرده به همون ایده اصلی کاوالیکو، نه؟ ترکیب کردن. هوشمندانه. دقیقاً. این بار به جای ترکیب دانش‌ها داریم ذهن‌ها و دیدگاه‌های مختلف رو ترکیب می‌کنیم. این گفتگو حتی یه پیشبینی از کاکو نقل می‌کنه که آینده نوآوری‌های بزرگ تو همین همکاری‌های بین رشته‌ای و تیمی خواهد بود.
ولی خب این فقط برای اختراعات بزرگ نیست، درسته؟ یعنی تو کارهای روزمره هم کاربرد داره. 100%. توی حل یه مشکل تو تیم کاری شما یا حتی برنامه‌ریزی برای سفر با دوستاتون، هر جا چند تا فکر متفاوت کنار هم بیان، احتمال پیدا کردن راه حل خلاقانه‌تر بیشتر میشه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، چی شد؟ برای اینکه خلاق‌تر بشیم باید تجربه‌های جدید کسب کنیم، چیزهای به ظاهر نامرتبط رو با هم ترکیب کنیم. براش زمان خالی بذاریم، یعنی اجازه بدیم ذهن پرسه بزنه. آره، و ایده ها رو همون موقع که میان ثبت کنیم. و در نهایت با آدم‌های مختلف همکاری کنیم. و کل پیام اینه که خلاقیت مثل یه عضله است. شما میتونید با تمرین قوی ترش کنید. دستیافتنیه. و شاید مهمتر از همه، همونطور که آخر گفتگو هم اشاره میشه، اینه که به پتانسیل خلاقیت خودتون باور داشته باشید. دقیقاً. حالا یه سوال برای این که شما شنونده عزیز یک کم بیشتر بهش فکر کنی. با الهام از همین ایده ترکیب کردن، همین الان چه دانش یا تجربه هایی تو زندگیتون دارید که شاید به نظر هیچ ربطی به هم ندارن؟ تجربه های به ظاهر بی ربط. آره. فکر کنید اگه اینا رو کنار هم بذارید چه جرقه تازه‌ای میتونه توی کار یا زندگی شخصی شما ایجاد کنه. چه ترکیب غیرمنتظره‌ای ممکنه اونجا منتظر باشه. جوابش شاید واقعا غافلگیرتون کنه. چه سوال خوبی برای فکر کردن. از همراهی شما در این بررسی عمیق ممنونیم.